یک دختر 5 ساله یک خانواده مهاجر از فرغانه را کشتند. فاجعه روز 5 فوریه در ناحیه التیاریق ولایت فرغانه رخ داده است. کودک را کسی از باغچه نگرفته است و مربی او را یک جا با بچه‌های دیگر به خانه فرستاده است. شب همان روز جسد کودک را با زخمی کارد دورتر از باغچه پیدا کردند. یک نفر با گمان کشتار دستگیر شده است. به گفته نزدیکان دختر، یک قبرغه او شکسته و چند جای بدنش زخم دارد. کودک را روز 7 فوریه دفن کردند. مربی باغچه میگوید والدان کودک کشته شده در ترکیه مهاجر کاری بودند و دخترک را مادر بزرگش نگاه بین میکرد. مربی از قول کودکان دیگر گفته است که دخترک را ظاهرا مردی دوچرخه سوار با شیرینی فریب داد و با خود برد. دادستانی در رابطه با حادثه پرونده جنایی باز کرده است. مردی سوار دوچرخه بازداشت و بازپرسی می شود. مقامات گفتند در بدن کودک آثار تجاوز آشکار نشد. مفتشان فرضیه زیر قطار ماندن او را از احتمال دور نمی دانند.